استاد من زنگ گرفتم، زنم بابا بابو کرد قطی پدرم، زنم قطی مادرش آمده کوچه گرفته رفت. چیکار کنم؟ یا 2 سال شید رفت است، نمیدونم چیکار کنم. جانم میسوزد. 5 وقت نماز میخونم، قرآن کریم میخونم، حرامی نمیکنم. 2 سال شید زن ندیدم. یاد کردم زنم. الحمدلله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. خواهران عزیز، در مقابل شوهرانتان از الله سبحانه و تعالی بترسید. بر یک مشکلات کوچک خانه شوهرانتان را رها نکنید. اطاعت شوهر و فرمانبرداری او در ذمه شما فرض واجب می باشد. الله تعالی در سوره نساء آیه 34 می فرماید: مردان زنان را سرپرستی و کارهایشان را اداره می کنند. و سبب آنکه الله مردان را بر بعض خصوصیت ها بر زنان برتری داده است و به سبب آنکه نفقه زنان و اداره امور آنها بر ذمه مردان واجب بوده، از اموالشان برای زنان خرج می کنند. مادام که چنین است، پس زنان صالحه آن کسی اند که فرمانبردار الله و شوهرانشان بوده، با حفظ توفیق الله غایبی شوهران نگهدارنده آنها هستند. این آیت روشن میگوید که زن باید شوهر را اطاعت کند و خانه‌اش را حفاظت کند. پیامبر خدا درود خداوند بر او باد میفرماید: اگر بر غیر الله اجازت میدادم که انسان به انسان سجده کند، به زن فرمان میدادم که به شوهرش سجده کند، زیرا حق شوهر بر زن بزرگ است. زن باید در مقابل مشکلات با صبر باشد، نه اینکه با کمی مشکلات صبر نکرده راه خانه پدر را پیش گیرد. پیامبر خدا درود خداوند بر او باد میفرماید: زنی که 5 وقت نمازش را بخواند، روزه رمضان را بگیرد، پاک دامن باشد و شوهرش را اطاعت کند، با او گفته می شود از هر در بهشت که خواهی داخل شو. زن و شوهر لباس همدیگرند. الله تعالی در سوره بقره آیه 187 می فرماید: آنها یعنی زنان برای شما لباسند و شما برای آنها لباسید. یعنی زن و شوهر باید یکدیگر را محافظت کنند، نه اینکه از یکدیگر گریزند و دلهای یکدیگر را بشکنند. خلاصه نصیحتی ملایم به اون خواهری که به خاطر 1-2 گپ شده ترک خانه شوهر کرده ای. ای خواهر، الله بر تو حق شوهرت را فرض کرده است. او 2 سال است که از تو جدا مانده است و دلش می سوزد. اگر یگان مشکلی شخصی هست، آن را با سخن نرم حل کنید، نه با قهر و گریز. به خاطر رضای الله و به خاطر نجات آخرتت و شوهرت برگرد و زندگی را با محبت، صبر و ایمان ادامه ده. شوهرت را خوشحال بکن. الله رب العزت از تو راضی می شود.